وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 19 سپتامبر سال 2022 جانب تاجیکستان از روی پرینسیپ بشردوستانه 4 نظامی دستگیر شده قرقیز را به جمهوری قرقیزستان سپارده است. در اطلاعیه وزارت گفته می شود که طبق سازش به دست آمده بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان شام 19 سپتامبر سال 2022 ساعت 19:00 دقیقه با وقت دوشنبه 4 نفر نظامیان جمهوری قرقیزستان پراپورشک دیدبانگاه سرحدی دوستوک نویه بادکند جمهوری قرقیزستان سمرابک اولو عدلت سال تولدش 1995 ساکن نویه ژومگالی سترشن دیدبانگاه سرحدی دوستوک نویه بادکند جمهوری قرقیزستان تویچیف جمال الدین سال تولدش 1984 ساکن ولایت اوش نویه اروان افریتر قسم حربی رقم 3647 وزارت مدافع جمهوری قرقیزستان اسیلبک اولو رستمبک سال تولدش 2002 ساکن نویه بادکند جماعت دیهات قزلبک افریتر قشونهای سرحدی جمهوری قرقیزستان مشرف اولو نوربک سال تولدش 2001 ساکن نویه نفکت جماعت قزلتایید که ضمن مناقشه‌های مسلحانه در حدود مرزی دولتی جمهوری تاجیکستان دستگیر کرده شده بودند از روی پرینسیپ بشردوستانه حسن امجواری و همسایگی نیک به جانب قرقیزستان سپاریده شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزود باید تذکر داد که طبق طلبات معیارهای قانونگذاری بین المللی نظامیان جمهوری قرقیزستان با یاری طبی خورد و خوراک و شرایط معیشی تامین کرده شدند. مقامات قرقیزستان نیز از طرف تاجیکستان گردانیده دادن 4 افسر و عسکر قرقیز را تصدیق کرده گفتند که وضع سلامتی آنها خوب بود و تنها یکیش در جریان زدوخوردهای مسلحانه در مرز جراحت برداشته بود. یادآور میشویم در جریان مناقشه‌های مسلحانه روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف دست کم 100 نفر 59 نفر از طرف قرقیزستان و 41 نفر از طرف تاجیکستان کشته شدند. ده نفر از این قربانیان را ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.